مسئله قصص الانبیا که گفتم ممکن نیست که قصص الانبیا کتابی بد است. بله، قصص الانبیا چندین مؤلفا دارد. چند آدم کتاب نوشته است با همین نام، قصه پیغمبرها. قصه پیغمبرها رو الله در قرآن قصه کرده است به ما. منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. از پیغمبرهای بودن که ما به تو قصه کردیم و از آنها پیغمبرهای بودن که قصه نکردیم. در قرآن اطراف 25 پیغمبر قصه های آنها آمده است و از همه قصه زیادی که در قرآن زیاد آمده است قصه موسی علیه السلام. و الله تعالی وقتی که قصه حضرت یوسف و یعقوب و برادرانشان را در یک سوره مکمل در سوره یوسف نقل کرد، در آخرش گفت که ما چنین قصه ها را به تو نقل میکنیم و در این قصه ها هدایت و ایمان و رحمت هست. بله، قصه ها فقط دیده میشد، یعنی اگر از قرآن مباشرتا نقل کند، از حدیث های صحیح نقل کند، درست است، مصنفی اون کتاب دیده میشه. خیلی نه که مقصد یک کتاب سوزونید پرتوید. بله، هر یک کتابی هست که در داخلش سخنهای دروغ هست، لیکن عالم برای چی در کار؟ عالم علمدار برای آنکه درست را از نادرست برای ما جدا میکند. در قصه های پیغمبرها علل خصوص که مثلا مفسرها اقوال بنی اسرائیلی ها رو ذکر میکنند و پیغمبر و غیر پیغمبری ما دیگه باقی مانده پیغمبرها در کتاب های تورات و انجیل هم وصف آنها و آیدی اخباری آنها آمده است. گاه ها بعضی مفسرها از یعنی که اقوال بنی اسرائیل هم ذکر میکنند، چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، هیچ گپی ندارد از بنی اسرائیل هم نقل کنید گفتن. بنابراین در نقل هایی که از آنها دیده میشد، گاه بعضی نقل ها ضعیف است، گاه بعضی نقل ها به اصول شریعتی ما موافقت نمیکنه، اوناش گرفته نمیشد. بنابراین ما هر یک قصه علاهیده حکمش میبریم که این قصه درست است یا نه، این تاریخ صحیح است یا نه. یعنی از روی علمی مصطلح دیده برآمده میشد، ولیکن نسبت تاریخ علما سبکتر میگرفتن. اذا جئنا فی التواریخ تساهلنا، اگر ما در اسناد تاریخ ها آمدیم کمتر سبوکی میکردیم. این سخنی امام احمد است و سخنی بزرگان محدثا هست که اذا جئنا فی الحلال والحرام تشددنا فی الاسانید. و اگر ما مسئله حلال و حرام بینیم، مسئله های عقاید باشد، در اسناد تشدد میکنیم، سخت میگیریم، راوی ها رو دیده میبریم، حتی یه آدم بی آداب در داخل راوی باشه حدیثش قبول نمیکردن. و اذا جئنا فی التواریخ والفضائل تساهلنا فی الاسانید، وقتی که مسئله یعنی تاریخ و فضیلت های و این چیزا می آمد سبکتر میگرفتیم، سختی بد نمیگرفتیم. بله، برای همین به این سوالاتون جواب عام داده نمیشد. کتاب وقتی که مصنفش هست، با یک امروز برای من یک کتاب فرستانیدم به زبان تاجیکی، قصه پیغمبرها من نخواندیم، اگر خوانده برم اگر درست باشد انشاءالله توصیه میکنیم، در زیر چی میمانیم سلکه کتاب رو به زبان تاجیکی نوشتیم. ظاهرا یعنی کتابی خوب میدمود و دیده میبریم امراتبه.